علق زنبوت از ماسر جانه و از دهان تو نیم شکر خانه ای پدر پن کندی از عشقمه که نخواهد شد این فرزنده من کوی عافیت دانم چی کنم که افتاده ام بکننده در کلیسا با دل بر ترسان گفتم ای جان بدام تو در بنده ای که دارد بطار زنار از سر موی من جدا پیونده در با وحدت نیافتم تا که ننگ تصویر بر یکی تا چنده نام حق یگانه چون شاید که ابو ابن روی قاسم انده لبی شیرین کشود و با من گفت و شکر خندلق از لب خنده که گر سر ورده وحدت آگاهی تو مدی کافری به ما افسنده دستی آینه شاهدی ازلیه مرتب از روی تابناک افکنده سینه گردد دلش مربورا ورنه خانم و علی و پرنده ما در این گفتگو کی از یک سو شد نخورد این ترانم پرنده کی یکی از سوئل شفای بیمار